ننگ بر شما مسئولین، ننگ بر توی شهردار که از پیاده رو هم نگذاشتین. اینجا بهشت زهرای تهرانه و این 1-2 متر از این آرامگاه تا اینجا اینم که جوبه آبه. تو این فاصله اینجا پیاده رو بوده، حالا هم تبدیل به 1 و 2 و 3 و 4 تا 4 3 تا 12 تا هر ردیفی 12 تا قبر معلوم نیست به چند میلیارد تومان حداقل بزنین. یک سالی از فوت این عزیزان بگذره بعد جنازشون رو در بیارین. خدا لعنتتون کنه. اونورم که مشغولن و همین کار رو دارن میکنن. آیه شهردار این جوبم که آماده است، خب اینو بفروشیم به مردم دیگه. همینو گودش کنین 10 طبقه 10 تا 200 میلیون بفروشیم به مردم.